البته دویم زن گرفتن این به آدمی که اداره کرده میتوند این بهتر است، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم یک زنه نبودند و هر چیزی که الله تعالی برای پیغمبرش انتخاب کرد برای بهترینش است. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی در خوردن و نوشیدن چخل میخوردن چخل می نوشیدن، الله تعالی بهترین چیزها را انتخاب کرده است برایشان. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک زنه نبودند و الله تعالی هم در قرآن کریم گفت که شما 2 زن گیرید یا 3 زن گیرید یا 4 زن گیرید، اگر نتوانستید پس یک زن گیرید. یعنی از عدالت، فإن خفتم الا تعدلوا، اگر از عدالت ترسید پس فواحدتن، پس یک تا گیرید. این مثالش چخیل؟ نماز رو خسته خوان، اگر نتوانی نشسته خوان، اگر نتوانی پس با پهلوی تکیه زده خوان. یعنی اصل باید خسته خوانی، نتوانی باید نشسته میخونی. الله تعالی میگه 2 زنه باش، 3 زنه باش، 4 زنه باش، نتوانی یک زن. فهمیده؟ اصل باید 2 زن. بنابراین در صحیح بخاری آمده است که ابن عباس رضی الله عنهما گفتند تزوجوا، خانه‌دار شوید، فإن خیر هذه الامه اکثرها نساء، چون بهترین این امت سیرزنه بودند، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم. لیکن عدالت هم یعنی شرطش است و کسی عدالت نمی کند روز قیامت می بیاید یک طرفش شل، نصفش کار نمی کند، یا اینکه نصفش کجله، کج و نصفه مائل، نعوذ بالله، یک طرفش مائل است. وقت ظلم میکنید، دویم زن میگیرید، بعد جنجال میشد، حقارت، دشنام زدن، ظلم، همین خیلی چیزا میشد، بعد گناهکار میشه.